سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های جهانی به انفجار شهر نو کابل. ایران، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه نیز بر ضرورت مقابله با این رویدادها تاکید کردند. این حملاتی که صورت میگیره هدفشان این هست که وجهه امنیتی افغانستان را زیر سوال ببرد. تاکید وزیر امور داخله بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از راه سیاسی. سراج الدین حقانی میگوید که امارت اسلامی خواهان امنیت و ثبات در پاکستان است. پاکستان د موږ اسلامي ګوندي ورور هیواد دی یغه د قرآن د عمل غوړي. آغاز دهمین نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی در پاکستان. این نشست به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کاهش خطرات آفات طبیعی برگزار شده است. و همچنان وقایع آفات طبیعی در افغانستان، کمک‌های بشردوستانه به شکل بنیادی در افغانستان صورت بگیرد. و ادامه واکنش‌ها به زورگویی ترامپ برای تصاحب گرینلند. رئیس جمهور فرانسه امریکا را متهم کرد که در تلاش تضعیف اروپا است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول در 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 21 جنوری 2026 میلادی. و شروع خبرها. انفجار در شهر نو کابل موج از واکنش‌های جهانی را برانگیخته است. ایران، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه با صدور بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم و بر ضرورت مقابله با چنین رویدادها تاکید کردند. گزارش از نستر نمیری. پس از انفجار روز دوشنبه در منطقه شهر نو کابل که منجر به کشته شدن 7 تن به شمول یک شهروند چینی شد، کشورهای ایران، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه با صدور بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. این کشورها با تاکید بر موضع مشترک خود این رویداد را یک اقدام هراس‌افکنانه دانسته و بر رد قاطع هراس‌افکنی، خشونت و افراط‌گرایی و ضرورت مقابله با چنین اقدامات تاکید کردند. ایران اقدام تروریستی در یک رستوران در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان افغانستان و چین شد را محکوم می‌کند. تهران با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطگری خشن بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید می‌کند. سرمایه‌گذاری‌هایی که در افغانستان میشه، چون پاکستان علاقه‌مندی از نداره که افغانستان با کشورهای منطقه بیشتر رابطه داشته باشه، چون هر قدری بیشتر بشه نیازمندی با پاکستان کمتر میشه. یک مورد است و مورد دیگه که به طور طبیعی وقتی که خلایی که به وجود آمده ایرا کشورهای منطقه پر کنه، برای پاکستان دیگه اون جایش تنگ میشه. پس از این حادثه وزارت خارجه چین نیز حمله بر رستوران چینی ها در کابل را محکوم کرد و از امارت اسلامی خواست تا عاملان را شناسایی و مجازات کند. سخنگوی این وزارت همچنین خواستار تامین امنیت اتباع و پروژه های چین در کشور شد. چین به طور فوری با افغانستان تماس گرفته و از این کشور خواسته است که تمام تلاش ممکن را برای نجات و درمان زخمی‌ها به کار گیرد. اقدامات بیشتری برای تامین امنیت اتباع، پروژه‌ها و مؤسسات چینی نیز انجام دهد. علت حادثه را مشخص کند و عاملان را هرچه سریعتر به عدالت بسپارد. چین هر گونه تروریسم را به شدت محکوم و با قاطعیت مخالف آن است و از افغانستان و کشورهای منطقه در مبارزه مشترک با تمام اشکال فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌آمیز حمایت می‌کند. در همین پیوند آگاهان معتقدند که برخی کشورهای همسایه با برنامه‌های خصمانه می‌خواهند امنیت و ثبات افغانستان را تهدید کنند. متاسفانه کشورهای مغرض همسایه افغانستان به جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری برنامه‌های خصمانه دارند. این حملاتی که صورت میگیره هدفشان این هست که وجهه امنیتی افغانستان را زیر سوال ببرد. گفتنی است که روز دوشنبه کابل شاهد انفجار در یک رستوران چینی بود که در نتیجه آن یک شهروند چینی جان خود را از دست داد و شمار دیگر نیز زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله نیز اعلام کرد که نهادهای امنیتی در تلاش هستند تا عاملان این حمله را شناسایی کرده و به مجازات برسانند.
سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی امارت اسلامی در مراسم در پکتیکا بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از راه سیاسی تاکید کرد. وزیر داخله گفت که امارت اسلامی خواهان امنیت و ثبات در پاکستان است. گزارش از اناهی تندر. سراج الدین حقانی وزیر امور داخله امارت اسلامی در مراسم در ولسوالی برمن ولایت پکتیکا از باشندگان این ولسوالی خواست تا امنیت مناطق خود را حفظ کنند و اجازه ندهند از این مناطق برای ایجاد مشکل برای دیگران استفاده شود. حقانی با اشاره به روابط میان کابل و اسلام آباد افزود که امارت اسلامی خواهان امنیت و ثبات در پاکستان است. وزیر داخله امارت اسلامی همچنان بر حل مشکلات میان دو کشور از طریق گفتگو تاکید کرد. افغانستان خدای پاک د 500 کالو بدبختی نه مشکلات نه خدای پاک او یو د راحت او د امن ساته خدای پاک روبسو خدای یو نعمت ورکو امنیت خدای پاک بر حال کو موږ دا غوړو چې پاکستان د موږ اسلامي ګوندي ورور هیواد دی یغه د پورا موږ دا امن غوړو. با این حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست گفته است که همه نشست‌ها با مقام‌های امارت اسلامی بی‌نتیجه بودند و امارت اسلامی تاکنون در برابر خواست‌های پاکستان تعهد جدی ندادند. उसके बाद मीटिंग्स हुई. چندین بار نشسته‌های با امارت اسلامی در کابل و خارج از کشور از جمله در چین برگزار شد، اما آنها هیچ یک از خواسته‌های ما را نپذیرفتند. تنها خواست ما این بود که امارت اسلامی تعهد دهد همه گروه‌های تروریستی و نیابتی در افغانستان از جمله TTP و BLA که از حمایت خارجی بهره مند می‌شوند متوقف شوند. اکنون این پرسش مطرح است که هدف پاکستان از اتخاذ رویکرد دوگانه نسبت به افغانستان چیست؟ پیشبرد این سیاست به هر دو طرف ضرر میرسونه نه نفع، چون که مشترکات فوق‌العاده فراوان است بین دو کشور. تو جنگ تبلیغاتی، جنگ رسانه‌ای دوامدار بین این دو دولت به روابط نه تنها دولت‌ها برای مردمان آسیب میرسونه. گفتنی است از آنجایی که نخست وزیر پاکستان صحبت از تعهد را مطرح می کند، شواهد میدانی نشان می دهد که پاکستان همواره خودش شکننده آتش بس و حامی گروه‌های تروریستی بوده است که سبب شده در سالهای اخیر این موضوع دامنگیر جدی امنیت افغانستان باشد. دهمین نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی پیرامون کاهش خطرات آفات طبیعی امروز در اسلام آباد آغاز شد. این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کاهش خطرات آفات طبیعی و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی برگزار شده است. باز هم گزارش از اناهی تندر. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دهمین نشست وزرای سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو پیرامون کاهش خطرات آفات طبیعی از امروز در اسلام آباد آغاز شده و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کاهش خطرات آفات طبیعی و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی برگزار می‌شود. بر بنیاد گزارش‌ها، هیئت‌هایی از کشورهای عضو ایکو از جمله افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و ازبکستان در این نشست که در مقر اداره ملی مدیریت آفات طبیعی پاکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. اما وزارت خارجه به خبرگزاری آفاق گفته است که امارت اسلامی در این نشست حضور نخواهد یافت. این وزارت افزوده که حضور امارت اسلامی در این نشست از نگاه منافع و دستاوردها سودمند ارزیابی نشده است. اشتراک هیئت افغانستان در همچون نشست‌ها بسیار مهم و حیاتی است به خاطر شریک ساختن تکنولوژی‌های جدید، روش‌های جدید و انتقال دانش به خاطر مبارزه با بلاهای طبیعی. این نشست مهم پنداشته می شود. با این حال شمار از کارشناسان با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن افغانستان از تغییرات اقلیمی، حضور نماینده‌های امارت اسلامی در این گونه نشست‌ها را در بخش‌های مختلف به ویژه رویدادهای طبیعی مؤثر عنوان می‌کنند. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو د یا د هغو هیوادونو د جملې څخه د چې متاسفانه د اقلیم بدلون او سرپسان کې طبیعي آفاتو ډېر سخت ځپل هیواد دی. نو په دې برخه کې د افغانستان استازي په داسې مهمو غونډو کې زما په نظر باندې هم د تخنیکي له اړخه هم په هر زاویه د هر نگاه چې ورته وګورو ډېر ښه دی. نیاز است تا اعضای سازمان ایکو بیشتر در راستا توجه داشته باشند تا در بخش مدیریت و همچنان وقایع آفات طبیعی در افغانستان کمک‌های بشردوستانه به شکل بنیادی در افغانستان صورت بگیرد. این در حال است که افغانستان با وجود سهم ناچیز در تولید گازهای گلخانه‌ای از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.
و در خارج از کشور. در ادامه واکنش ها به زورگویی ترامپ برای تصاحب گرینلند، رئیس جمهور فرانسه امریکا را متهم کرد که تلاش می کند با سیاست های تجاریش اروپا را تضعیف و مطیع خود کند. پس از تلاش دونالد ترامپ برای تصاحب گرینلند و اعمال تعرفه بر کشورهای اروپایی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به این اقدام ترامپ واکنش تند نشان داد. مکرون در مجمع جهانی اقتصادی در دائوس سوئیس امریکا را متهم کرد که تلاش دارد با سیاست‌های تجاریش اروپا را تضعیف و مطیع خود کند. مکرون در این نشست هرچند از دونالد ترامپ نام نبرد اما اشاره کرد که امریکا احترام را به قلدری ترجیح می‌دهد. همچنین مارک کارنی نخست وزیر کانادا در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصادی دائوس نسبت به چشم طمع ترامپ به گرینلند واکنش نشان داد و گفت که کشورش قاطعانه در کنار گرینلند و دنمارک ایستاده است. اوتاوا به شدت با تعرفه‌های گمرکی بر سر موضوع گرینلند مخالف است. ما می‌دانیم که نظم قدیمی دیگر بر نمی‌گردد. نباید برای آن سوگواری کنیم. معتقدیم که از دل این شکستگی می‌توانیم چیز بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر بسازیم. از سوی هم نخست وزیر دنمارک مسئله گرینلند و مرزهای کشورش را غیر قابل مذاکره دانست و در سخنرانی در پارلمان این کشور هشدار داد که به هر تهدیدی درباره جنگ تجاری پاسخ خواهند داد. دنمارک نمیتواند بر سر حاکمیت، هویت، مرزها و دموکراسی خود مذاکره کند. بدترین شرایط ممکن است هنوز در پیش باشد و من متعهد هستم که به هر تهدید درباره جنگ تجاری پاسخ دهم. جهان نمیتواند به قانون جنگل بازگردد، جایی که قوی‌ها ضعیف‌ها را میبلعند. چین آماده است نه تنها کارخانه جهان باشد بلکه بازار جهان نیز باشد. شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند که امریکا با سیاست تهاجمی در صدد تصرف مناطق استراتژیک جهان است که تحقق این کار نظم جهانی را برهم خواهد زد. اشغال گرینلند رویارویی میان تمام کشورهای ناتو و اروپا و امریکا خواهد بود و یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که ایالات متحده امریکایی که زیر حاکمیت ترامپ است هیچ اعتقاد و هیچ ارزشی به قوانین بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و خلاصه دیپلماسی و حقوق بشر و حقوق دیپلماتیک جهان نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز با انتقاد از تبعیت اروپا از امریکا در نقض برجام هشدار داد که تهدید ترامپ برای تصاحب گرینلند نظم نوین جهانی را نیز برهم خواهد زد. گرینلند بخش خودمختار از قلمرو دنمارک است و دونالد ترامپ بارها خواستار الحاق آن به امریکا شده است. ترامپ همچنان خواهان خرید کامل این جزیره است که به گفته او این کار برای امنیت امریکا و جهان ضروری است. کاخ سفید همچنین تهدید کرده که برای عملی شدن این خواست ترامپ امریکا ممکن است به اقدام نظامی متوسل شود. تحلیلگران همچنین میگویند که تصاحب نظامی گرینلند توسط ترامپ غیر ممکن است، چرا که به گفته آنان گرینلند بخشی از دنمارک عضو ناتو است و هر گونه حمله به آن واکنش شدید ناتو، محکومیت جهانی و بحران بی‌سابقه در روابط امریکا با متحدانش را به دنبال خواهد داشت. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد بدرود.